کاملا برنامه این سری آموزشی دوستان. این رسیپی ولی رسیپی عمو کمرساز معروفه. بابا البته اینطوری باز نمی‌کنه که این باز می‌کنه. سلطان یه چیز کمه. عشق و مرام و معرفت تو بود که توش اضافه کردی. من با عشق می‌خوام اینو بخوریم. آقا یه فکت میخوام بهتون بگم. این ویدیو بیشتر از یه بار میبینید. میدونید چرا؟ چون این سری با یه برنامه متفاوت اومدم. قبل از اینکه بهت بگم داستان چیه، سابو بزن، لایکو بزن، کامنتو بذار، بریم سراغ برنامه. امروز اومدم با یه رسیپی خیلی ویژه، معجون عمو کمرساز. مواد لازم برای این داستان: موز، مخلصیم که خوار مادر ورزش‌های میدانی همه دیگه میدونن، اون یکی رو ندارن. مادر ورزش، مادر ورزش. بفهم به بچه‌های سلام علیکی بکن. سلام خوش جلوی بنده جیگرتون رو بخورم من. بچه‌های پشت صحنه. امروز اومدیم برنامه‌مون کاملا متفاوته. کاملا برنامه این سری آموزشی دوستان. الان ما که داریم این برنامه رو ضبط می‌کنیم تقریبا تا یک شب اینو بخوریم تا 3 روز باید بدویم. شما میتونید بخورید 3 روز، پایانشو باز میذارم که دیگه خودتون هر جوری که دوست دارید تمامش کنید. مواردی که خیلی لازمش داریم: اول یه دونه میکسره. میکسر نداری با بجایی دیگه به من ربطی نداره. موز به تعداد آقا این چیزایی که من میذارم بعد 2 نفره. حالا دیگه میزانشو خودت میتونی کمتر کنی. این رسیپی ولی رسیپی عمو کمرساز معروفه. موز رو توی تیکه تیکه میکنی، میندازی داخل. به این صورت دوستان عزیز. حالا بعضیا موز رو از این ور باز میکنن یا از اون، برام فرق نداره. بازش کن بنداز اون تو. میخوای اصلا با پوست بخور. دارم برنامه ضبط میکنم. حیوان نه فرم داری. برنامه موجودیه با این چیه؟ من دارم برنامه آموزشی میارم. حیوان موز دو. ما موز زیاد دوست داریم. من که دوستت دارم خودت میدونی. میگن موز برای سلامتی بدن واجبه. اینو ریختیم. گزینه بعدی میریم برای پر کردن کمر خرما. مال کجا هم باید باشه؟ خرم‌آباد. بم خرما بم. اشتباه گفتم. بم ساکت شو. دو تا هم خرما میریزیم. اینجا یه ما آیتم نداریم جو 2 سرپرکی که خودتون اگه داشتین اضافه کنید توش به مقدار نیازت اگه بالا زیاد اضافه کن. نیاز کمی چوسه. یه ذره گردو اینطوری میریزیم. امیدوارم که اینا تو ایران پیدا بشه. گردو که پیدا میشه این فکر نکنم ایران باشه. کره، آره کره پسته. نمیدونم هستم من جیلو اینا هر چی بگی مثلا با کره هر چیزی رو ازت من فارسی کله کم نمیدونم هست یا نیست. اگه نیست کره بادوم زمینی. یه قاشق غذاخوری میچکین تو. صداش باید در بیاد. جنسش در میزه. نه این میزه. نه نکن آقا جون نه. خواستم رخ کارو بچه‌ها ببینن که این داستان ببین. اینم چیکارشون. بعد از اون شیر رو باز میکنین. حواستون باشه تاریخ از گذشته، تاریخ مصرفش مونده باشه. دوستان عزیز صداش خودمو نگاه کن. بابا البته اینطوری باز نمی‌کنه که این باز میکنه. دمتون گرم. شیر رو میریزی دیگه تا این لبه که یه ذره ملات خوشو نشون بده. شیر رو میریزی. ما اینطوری میخوریم. حالا میخوای دیگه اون دست خودت کم باشه زیاد باشه. چند نفره؟ فقط 2 نفر. 2 نفره؟ نه دیگه میاد بالا. سلطان یه چیز کمه. عشق و مرام و معرفت تو بود که توش اضافه کردی. من با عشق میخوام اینو بخوریم. چیش کمه؟ بستنی برو بهش. ما چون سهلب نداریم بستنی استفاده میکنیم دوستان عزیز. ولی فریزرمون یکم زیادی دماش بالاست. بستنی وانیلی باشه ترجیحاً بهتره وانیل باشه.
من دیگه مارکاشون هم نشون میدم که تبلیغات نشه. حالا فقط وطنی. از ثنی رو میگیری خیلی سفته، زور میزنی، ناموسشو میای جلوی چشاش. قاشق رو کج کن ولی بستنی رو در بیار. ما میخوایم بستنی بخوریم، ما نیم ساعت بذاریم بیرون. داداش یه کراتین چیزی میخوره. اینو میگیری اینجوری میچکنی که اینو میگیری این تیکایی که اینجوری پسته شده رو اینجوری میگیری بیرون بیناموس. 346 minutes later. ما محتوامون رو ریختیم، حال کردیم، میتونی گلپر هم نه چطور بزنم گلپر نزنیم خراب بشه. اینو میبندی به این صورت. اینو میذاری اینجا، بذاری چی کار نمیکنه، میچرخونی. این صدا رو باید بده، فهمیدی یا نه؟ برو دو. اینجا دیگه میتونی با بچه‌ها صحبت کنی تا این خودش درست شه. اینطوری مالات درست میشه. حالا اگه اینو بزنی به طرف نشون میدی، طرف انش میگیره، چون این رنگ اسفال خونی رو داره. نه، به خاطر اینکه جلوی دوست دختراتون و دوست پسراتون کلاس بیاید اینو میخرید. حالا که شما رو آوردی بذار اینم بیاریم که کره بازی بکنیم دیگه روش. حالا اینو حرکت چی باریستایی، یعنی ما نمیدونیم، اومدیم برنامه اومدیم خود حیوان لیوانو میگیری به این صورت، اینو میکشی که اینجا اینو میبینی؟ این شد تر. اثر هنری اینو میبندی، دست تو شده لیست میزنی. حالا اینو چی؟ از بالا. از پایین نمیتونی داشت بریزی؟ نه، فقط بالا. یه خیلی میخوای بهش حال بدی، بگی این کار یا فلان، مثلا 3 سال اکسپریانس داری و این داستانا، اینو میزنی. یه چوسه دیگه روش به صورت خاشخاشی. همین کافیشه. نه، بعد من یه چیزی کم داره. این دیگه ورزشی نیست. اینو میخوای میسکس میکنی. بی واسه اینه. یه دونه گیلاس سوسی روش هم داشته. نمیدونم. اومدم اینجا ویدیو ضبط کنم یا من اینو جمع کنم. خودتون بگید. بس دیگه ویدیو رو من کاری ندارم. اینو بده داش. فول چیز کن. اون امیر اونا یه دونه اون چیزو انجام بده. من میام باشه بگو. دیگه باشه. رسوا کردم. امیر کارتا خوبه. اینجایی؟ بیا. امیر میگم چیزو چیکار کردی؟ خارش شد. من 2 ساعت اینجا به بچه‌ام توضیح میدم. خیلی خوشمزه، خیلی خفنه بچه‌ها. فقط یه اشتباهی توش کردی. یعنی کلا این اشتباهی بود که کردی. در سطل آشغال رو نبستی. چه صافت چرا نماز گذاشت نبستی؟ خیلی اشتباهی بدی کردی. من اصلا قرآن اینو بدونم. من دیگه نظری نمیدم دیگه معلوم چه شکلی شده. همون چه برو با تا 5 میزنم این تلفنو تا. برو که صافت برو اتش مرسی که ویدیو رو کردین. لایک و ساب یادتون نره. منم ول میکنم. ماساژ داداش. ماساژت میدم عوضش تو اینو نخورد تو کمرت نیاز نداره. تو یه خورده ماساژ بدمت اوکی میشی. من میگم من کمرم نیاز داره به این. داداش تو با ماساژ